ضمن برآمد خود مسئولین ابراز داشتند که وزارت معارف و علم همیشه آماده است که آموزگاران پیشقدم و نوآور و ایجادکار را دستگیری و مهنت آنها را قدردانی نماید. آزمون امکان داد که اشتراکداران تجربه پداگوژی خود را معرفی نمایند و در درس‌ها مهارت و ملکه خویش را نشان دهند. طبع ابراز گردید طبق طلبات نظامنامه حکمان مهارت و ملکه و دانش و جهانبینی هر یک داوطلب را تحلیل نموده بهاگذاری کردند. دوام 3 روز دانش و ملکه داوطلبان از روی 7 شرط سنجیده شد. در نتیجه بهاگذاری و خلاصه حکمان خوشبخت عزیزبکов آموزگار فن متماتیکای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 شهر خاروغ غالب آزمون آموزگاری سال تاجیکستان 2021 دانسته شد. چنین خوشبختم که در این آزمون مذکور در همین سال 2021 غالب آزمون اعلان شدم، یعنی که از طرف هیئت حکمان کمیسیایی که تشکیل کرده شدند بسیار هم با یک شفافیت جنبست و نتیجه گیری نمودند و برای آنها، یعنی که اولا صمیمیت خود را برای آنها پیشکش میکنم که آنها در طی 3 روز وقت خود را دریغ نداشتند، نتیجه های ما را هر یک بهاگذاری کردند. من میخواهم که در آینده باز هم در آزمون های گوناگون اشتراک نموده نسل نورس را باز هم بیشتر خوب تربیت نمایم. اینچنین در آزمون ماهره موسوی و آموزگاری فن گئوگرافیای لیسه رقم 3 برای خوانندگان بالای قد در شهر دوشنبه، سنبوله یوسفو و آموزگاری صنف‌های ابتدایی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر روغون، نعیمه زویدو و آموزگاری فن فیزیکای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 نویه باباجان غفورов و شوکت تقویف آموزگاری فن فیزیکای لیسه تمایلی تکنیکی به نام افلاطون در ناحیه دنقره با تحفه‌های تاسیس داده کمیته تدارکات آزمون قدردانی گردیدند. همزمان از جانب اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان به اشتراکچیان آزمون سپاسنامه و تحفه‌های پولی سپرده شد.